ماله و کسبه و معاشه، مالشان از کجا بود، کسبشان از کجا بود، معیشت و زندگیشان از کجا بود، درآمدشان. قال احمد العجلی كان خزازا یبیع الخزه. ابو حنیفه رحمت الله علیه متا فروش بود، متا میفروخت. ابن الاثیر گفته که خز یعنی ثوب، تنسج من صوف و ابریسیم، یعنی ثیاب. خز یا لباسی هست که از پشم و از ابریشم بافته میشه و هی مباحتون، یعنی ابریشم مباحش برای زنها خاصتا ممکن است پوشیدنش. و قد لبسه الصحابه رضی الله عنهم و التابعون، صحابه ها و تابعون پوشیدن، یعنی نوع حلالش از همون میفروختند. امام ابو حنیفه در کتاب سیر و اعلام النبلاء آمده است. و این چنین نبیرشان عمرو بن حماد بن ابی حنیفه میگه که وكان ابو حنیفه خزازا و دکانه معروف فی دار عمرو بن حریث. ابو حنیفه خزاز بودن، یعنی متا فروش، و دکانشان معروف بود در حولی عمرو بن حریث، یعنی دکانشان همه میدونست. در دکان سودا میکردن، گاه ها تجارت کننده دیگر کارمندا هم داشتن، اونو میفروخت.